سلام به همه، انشالله که جور و سرحال باشین. طرز تهیه زمرد پلاو برایتان میمانم. 1.5 کیلو گوشت را گرفتیم، یخنی تیار کردیم که در بین یخنی 1 عدد لیمو، دارچین، زیره و نمک است و بعد از آن آب را ماندیم که سرجوش آمد. 1 قاشق سرکه، 1 قاشق نمک را اضافه کردیم و برنج ما را صاف میکنیم. بعد از صاف شدن روغن تیار میکنیم. یخنی تیار شده ما را میگیریم، در آن روغن تیار میکنیم و مسالجات که در کفشن نوشته شده در روغن اضافه میکنیم. بعد از روغن به اندازه پالک را میگیریم، همراه 2 گیلاس یخنی از میکسر میکشیم و بعد از جالی میکشیم. سبزیش یک طرف میکنیم، آبش دیگه طرف. سبزیش اوسونه مندازیم، سبزی را علیده پخته میکنیم. بعد از آن آب سبزی را همراه 3 قاشق روغن یک جای میکنیم و برنج ما را رنگ میدیم. 1 مشقاب برنج ما را علیده کردیم، رنگ دادیم. بعد از آن روغن ما را میگیریم، برنج دیگر ما را همراه گوشت یک جای سردم میمانیم. در آخر روغن را سرخ میکنیم و به سر برنج اضافه میکنیم و به این ترتیب صرف میکنیم و در غوری آماده میکنیم. شما هم امتحان کنین، انشاءالله بسیار خوشمزه آماده.